نام ماندگار و خدمات درخشان خاندان هروی در قلب تهران. میدان هروی که امروز آن را می‌شناسیم، تنها یک نام جغرافیایی نیست، بلکه یادآور یک خاندان خیر و نیکوکار است که قلبشان برای مردم محل می‌تپید. خاندان هروی مالکین متمول بخش وسیع از زمین‌های مبارک آباد، هروی و شمس آباد، لویزان و مخلص آباد بودند. اما آنچه نامشان را جاودانه کرد، ثروتشان نبود، بلکه سخاوت و بصیرت بود. رضا هروی بصیر و دوله سنگ بنای این نیکی را گذاشت. ساخت مسجد مبارک آباد از 1304 هجری شمسی و مسجد لویزان 1304 هجری شمسی با معماری خاص و زیبا احیا و بازسازی مدرسه قدیمی لویزان، وقف زمین برای قبرستان و مسجد، وقف زمین بانک خون در تهران و همچنین بخشی از زمین‌های بیمارستان فیروزگر برای امور پزشکی، وقف حمام عمومی، آشپزخانه و آسیاب لویزان برای رفاه اهالی ده، موقوفات خیابان سیروس و بازار تهران، خدمات گسترده در فریمان مشهد و موقوفات بسیار دیگر. پسران برومند راه پدر را ادامه دادند. علی اکبر هروی مهندس کشاورزی نخستین مرکز پرورش گل و گیاه را در مبارک آباد تأسیس کرد. باغ‌های ده مبارک آباد آن خاک حاصلخیز و پربرکت با تلاش و علاقه مهندس علی اکبر خان هروی شکل گرفتند. در این باغات میوه‌هایی چون گیلاس، شلیل، زردآلو، انار، هلو، سیب و گلابی به عمل می‌آمد و حتی گیلاس آن به اروپا صادر می‌شد. همچنین این منطقه میزبان اتفاقی مهم بود: نخستین ارکیده ایران در دهه‌های 20 و 30 شمسی در گلخانه باغ رضاییه یا بوستان صدف فعلی پرورش داده شد. کتاب زراعت خصوصی و زراعت عمومی ایشان همچنان مرجع دانشگاهی است. دکتر نصرت الله هروی پزشک حاذق، مطب و رادیولوژی داشت، اما هرگز از هیچ نیازمندی حق ویزیت دریافت نکرد. اوج ارادت مردم، خاندان هروی حتی بیماران محلی را با خرج خودشان برای درمان به خارج از کشور می‌فرستادند، زمین و خانه در اختیار نیازمندان قرار می‌دادند و زمین‌های کشاورزی را بین اهالی تقسیم کردند. همین خدمات باعث شد وقتی قرار شد نام میدان هروی تغییر کند، اهالی محل مخالفت کردند و نام هروی همچنان ماندگار شد. اینها تنها بخش کوچکی از داستان مردان بزرگی است که نام نیک را بر ثروت ترجیح دادند.